فوق شبهات، وقتتون بخیر. سوال امروز تساوی بین زن و مرد. این برنامه تحت اشراف دانشکده دروس عالی دینی و لغوی است. خیلی ها میپرسن در دین الهی به طور کلی و در دین اسلام به طور خاص بین مرد و زن برابری وجود نداره و در مسائل شرعی به زن ظلم شده، مثل ظلم در ارث یا شهادت دادن، و حقوق زن بسیار پایین‌تر از مرده. در جواب باید گفت زن در دین الهی مانند مرده و حقوقش مثل حقوق مرد هست. واجبات اون شبیه واجبات مرده، البته در محدوده تواناییش. زن هم نماز میخونه و روزه میگیره و در راه رضای خدای سبحان انجام وظیفه میکنه، دقیقاً مثل مرد، به جز در برخی جزئیات و خصوصیات تحت یک قانون عام که همون فرمایش خدای سبحان و متعاله. خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کند. هر کس عمل شایسته ای انجام داده به سود اوست و هر کس مرتکب کار زشتی شده به زیان اوست. مقام زن مؤمن میتونه برابر با مقام مرد مؤمن باشه، حتی ممکنه بسیار بالاتر از مردان مؤمن هم قرار بگیره. نمونه هایی از زنان رو داریم که در اخلاق از دیگران سبقتی با فاصله بسیار گرفتن و نمونه بارز و بزرگی از انسانیت با همه شاخ و برگ اون شدن. این زنان الگویی برای همگان و الگوی خاصی برای زنان شدن، مثل بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا بانو زینب علیها السلام، بانو خدیجه علیها السلام، بانو مریم علیها السلام و آسیه همسر فرعون که قرآن کریم او را یاد کرده. به نظر من تهمت نبود برابری در دین بین زن و مرد یا ادعای نبودن اون در شریعت دینی یا برخی از قسمت‌های دین و ستم بر زنان گفته‌ای دور از حق و حقیقت و به دور از جستارهای علمی منصفانه و دقیقه. آیا از نظر بیولوژیک زن و مرد کاملا با هم برابرن؟ آیا باید برابری زن و مرد در واجبات و حقوق باشه یا فقط در حقوق، و اینکه آیا باید در واجبات بین اونها تفاوت قائل شد؟ ما به عنوان موجودات عاقل همگی به وضوح کامل می‌بینیم زن و مرد در امور بسیاری با هم تفاوت دارند. همچنین می‌دونیم ظلمه که همون تکالیف مردانه رو به زن بدهیم بدون اینکه خصوصیات بیولوژیک، روانی یا اجتماعی اونو در نظر بگیریم. همچنین اعتقاد به برابری زن و مرد در همه چیز در حقیقت نیازمند اینه که ضابطه، میزان و قیاسی وجود داشته باشه که بر اساس اونها حدود عدالت و ظلم مشخص بشه. بنابراین هر کس که انتقادی بر یک قانون خاص که برآیند یک سیستم قانونگذاری هست وارد کنه، باید اون قانون رو بخشی از اون سیستم قانونگذاری ببینه، نه اینکه یک بخش از اون رو انتخاب کنه و جدا از همه اون سیستم با اون قانون برخورد کنه. یعنی اینکه لااقل و منصفانه هم به حقوق و هم به واجبات زن و مرد با هم نگاه کنه، چون انتظار ما از مطرح کنندگان این شبهه اینه که در قانون الهی هم به حقوق و هم به واجبات به صورت یک جا نگاه کنن، نه اینکه فقط نگاهشون به حقوق باشه و بعد بگن در قانون الهی به زن حقوق کمتری نسبت به مرد داده شده. چرا مثلا به واجبات نگاه نمی کنن و نمی بینن که در قانون الهی به مرد واجبات بیشتری در مقایسه با زن داده شده؟ مثل اینکه از یه نفر خواسته شده ساختمونی 5 طبقه و از یکی دیگه خواسته شده ساختمونی 10 طبقه بسازه. آیا عادلانه است که به هر دوی اونها مصالح ساختمانی و مزد یکسان داده بشه؟ حالا اگه به کسی که 10 طبقه ساخته مزدی 2 برابر اون که 5 طبقه ساخته داده بشه، آیا درسته کسی بگه که ظلم شده چون برابری بین 2 نفر رعایت نشده، چون هر دو برای شما کار میکردن؟ به نظر من اگر کسی بگه که در این قانونگذاری به زن ستم شده، این حرف و تصمیمش بی‌اندیشه و دور از مباحثه علمی دقیقه. این برنامه تحت اشراف دانشکده دروس عالی دینی و لغوی است.